این هفته خبر تو خبر داره براتون از عظمایی که به شکل کاملا زیرسیبیلی به وضعیت زار و نزار نظامش اعتراف کرد و اینطوری گفت: یکی از چیزهایی که دشمنان رو تشویق میکنه به تهاجم و حمله این است که احساس کنن طرف منفعله، دچار ضعفه، دچار تردیده. این دشمن رو تشویق میکنه به اقدام. یکی نیست به این عظما بگه بابا کجای کاری. حالا دیگه معاون آخوند رئیسی هم داره ضعف نشون میده. البته مشکلاتی داریم که متاسفانه نتونستیم با اون شکل مردم رو به صحنه بیاریم که این کار باید بشه. داریم میکنیم منتها اون سرعت لازم رو نداریم. باقی کارشناسای رژیم هم شروع کردن به همین اعترافا. یکیشون اینطوری بند رو آب داد: من میگم این نظام نمیتونه بمونه. حرف من اینه. درست. این نظام بنیادهایی که نگرش داره موریانه خورده. شما یا میگید خودش تغییر میکنه یا اونقدر توانش کم میشه که با هزینه خیلی کمتری در شرایط بعد این نظام نخبگانش تخلیه شده از بوروکراسی، از نظام اداری نخبه ها رفتن. اون یکی هم از فنری گفت که داره در میره. یک جامعه تا یه حدی تحمل تحقیر رو داره، بعد این فنر در میره ها. بعد که در رفت نگید حالا کار دشمنان بوده. آقا یه بخشم شما دیگه. کار به جایی رسیده که مجریای تلویزیون رژیم هم از این حرفا میزنن. کجا رو اشتباه رفتیم؟ بهشون یاد ندادیم، هیچی بهشون ندادیم، فقط اومدیم گفتیم دین اینه. بعد خودمون رفتیم چی میگن می بخور ممر بسوزان مردم آزاری نکن. می خوردیم ممر سوزوندیم مردم آزاری یعنی هم کردیم. دلتون میشکونن یه موقعی دیدم حمله میکنن به شما، مقصر نمیدونیشون؟ اصلا آخه مقصر نیست. عظما دنبال این بود که آخوند رئیسی وزنه نظام یک پارچه رو برداره و اوضاع نظام رو راست و ریست کنه، اما یه چنین بلایی سرش اومد. حالا که داریم به سالگرد قیام 401 نزدیک میشیم، عظما هم به دست و پا افتاده و جک و جونوراشو فرستاده که اینطوری آژیر بکشن. برای ایام دفاع مقدس آماده باشید، اطلاعات رو گسترش بدهید، لیدرهای جریانات را شناسایی کنید، اینها رو مهار کنید، قرارگاه‌هایتان فعال باشد. معلومه طرف مثل سگ ترسیده، البته دور از جون سگ. بسیجی هم که به اعتراف خودشون هنوز از ضربه قیام گیجن. بعد از اتفاقات و حوادث شهریور و مهر و آبان پارسال به این طرف، ما خب یه دوره گیجی و حالا سردرگمی اولیه داشتیم که حالا خبیثی و کابینش هم طبق معمول مشغول دروغ درمانی خالی بندی هم. الحمدلله در گزارش اخیر نمایشگر این بود که هم نرخ خودرو هم قیمت مسکن خرید و فروشش رو عرض میکنم الحمدلله شیب کاهشی قابل قبولی داشته طی ماه‌های ابتدایی سال. این هم جوابی که از تو استبل ولایت به رئیسی و سخنگوش دادن. باید به مردم جواب درست حسابی داد. نمیشد با آمارسازی کمبودها را پوشش داد. کمبود آب، برق و انرژی جدی است. مسکن یک معضل واقعی است. چرا باید زمان انتظار خانه‌دار شدن جوانان به نیم قرن برسد؟ راستی که عجب هماهنگی بین دولت و مجلس عظما وجود داره. یه چیزی تو این مایه ها. حالا این مجلسی که اینطوری به آخوند رئیسی میپره چه مجلسیه؟ بازم از زبون خود آخوندا بشنوید. سخنگوی شورای نگهبان گفتن که ما 90 تا از نمایندگان فعلی مجلس رو برای دور بعد رد صلاحیت کردیم. من اصلا وارد نیستم، میدونی هیچ اطلاعی ندارم. و گفتن اکثرا هم به جرم فساد این تعبیر سخنگوی شورای نگهبان 90 تا رد صلاحیت کردیم،
که اکثرا هم به جرم فساد مالی و مسائل اقتصادی رد صلاحیت شده. چقدر بد. حالا من میخوام بگم یعنی الان ما 70 تا مفسد مالی الان تو مجلس باز داریم. از الانم جنگ و دعواهای آخوندا برای رفتن تو استبل ولایت شروع شده و اینطوری با هم مسابقه میدن. بعضیا الان مجلس رفتن براشون پله آخره. استاندار بوده، وزیر بوده، همه کارا رو کرده، دیگه داره خسته میشه، بازنشست شده. حالا یه دورم ما مجلس هم بریم. توی لیستی هم قرار میگیره و میره تو مجلس. بعد میشه آقای مصطفی میرسلی، میشاله که شکایت نکنی، کردی هم در خدمتتیم، یا علی میاد یک همچین جنجالی رو تو جامعه درست میکنه. پیر مرد پرحاشیه، لنکروز با 206 فرق نداره، این با اون فرق داره. آقا اگر شما حرف نزنی به خدا کسی بهت نمیگه 3 نقطه. اما مردم پیشا پیش جواب این مجلس و وحوش رو اینطوری دادن. مشنگستان این هفته رو با جمله از ولی فقیه مشنگا شروع میکنیم که بدون شرحه. میگن آقا شما دچار توهمید، توهم توطئه. خود این مطرح کردن توهم توطئه به نظر ما یک توطئه است. عظما بد جوری جوگیر شده، هر چیزی رو به یه توطئه‌ای ربط میده. لابد اگه این رو هم ببینه میگه توطئه دشمناست. توی این وضع و اوضاع کسادی بازار آخوندا و ریزش جک و جونورای عظما، تنها کسایی که براش موندن همین مشنگان. هرگز به غیر جانان ما جان نمی‌دیم. الان حرف میزنه آخه. بگو. حرف بزنه نمیگم. هرگز به غیر جانان ما جان نمی‌فروشیم. جان می‌دهیم. جانان نمی‌فروشیم. این که میگن آخوندا از دین برای خودشون کاسبی درست کردن یعنی همین. البته خودشون هم به این بیزینس اعتراف میکنن. تولدهایی برای بعضی پیدا کردن تو تاریخ اصلا وجود نداره. تاریخ تولد فلان امامزاده، تاریخ وفات فلان امامزاده، نمیدونم تاریخ ورود فلان، تاریخ خروج فلان. مراسم امروز نصب پرچم، فردا برداشتن پرچم. دهه فاطمیه درست کردیم، دهه محسنیه میخوایم درست کنیم، دهه مسلمیه هم درست کنیم، دهه محرم، مثلا ماه محرم، ماه صفر. بالاخره من گفتم بیزنس از این جهته، یه عده چون وقتی کسبشون این شد که هر روز باید مراسم باشه، مراسم مذهبی باشه، میگیرن دوباره. حالا که تا اینجا اومدیم یه سری هم به محصولات تولیدی ولایت بزنیم. از خودروهای ولایی بگیر. دلم برای مشتریان میسوزه، چون که بنده خدا یه لحظه حواسش پرت شده، با 10 تا سرعت زده به ماشین جلویی، کل ماشینش خورد شده. ببین از براکت و چراغ و سپر و دیاق و سینیفن و سینی ارزی و درب موتور و رادیاتور، یعنی نگم نزدیک 30 میلیون قطعه خودش خریده. آقا اصلا سپر مقاومت نداره. سینی رو ببین، چه سینی بالا چه سینی پایین. آخه چیه اینا ساختین؟ قربون شکلتون بشم. تا اینجا که یه شاهین با پژو تصادف کرده و درب و داغون شده. و اینجا که در برابر تولیدات جدید کارخونه‌های عظما همه میگن صد رحمت به پیکان. تو با کاپوتونم وضعیت بی بالا. بودا پیکان